هون گداریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دم و بخیر گدارین دلال. رادیو ریا تزه اند کارن ببین تور اینترنت بوی ناونی شانی. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه 14 گولانیه. گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. رفش داوی یا بکوری کردستانی. باجاری آمد یه بکوری کردستانی تقینک مزن قومی. جفکانین اولکاری ین ترکی راگیاندنه کد انجام تقین دا 4 کس هاتونه کشتن و 15 کس جی بریندار بونه. هات گوتن تقین گلک پیز بو و دنگی تقینش 5 کیلومترین جناوین دا باجر و لنافچه هنیجی هاته بیستن. جبر تقین مزن چلکش 5 مترای کورایی و 5 مترای فریاوی هیه پیک هات. الگور آگاین دسپیکش بر پیزیو تقین گلک بریندار هنه. نوچه چلی یا چلامیر گیدنجام شهر و پیفچونن نوبر گریلاین پکیکی و هزین ترکیه دا 6 لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 8 جی بریندار بون و هروا تنجام کتن هلیکوپتر که لشکری یا ترکیه دا جی 2 پیلوتان جیان خوش دست دان. سرکانیا گیشت یا لشکری داخیانی که دا راگیاند 13 گولانی دانی سبیل هریم و آشوتی نوبر لشکرین ترکیه و گریلاین پکیکی دا شهر و پیفچون درکد. داخیانی دا هات گوتن دنجام شهر و پیفچونن دا 6 لشکران جیان خوش دست دانه و 8 لشکر جی دار بونه. گور دخیانیات شهر و پیفچونان دا 6 گریلا ین پکیکی جیان خوش دست دانه. حتی نه پکیکی درباره وان شهر و پیفچونان دا دخیانی ندایه. هفتیو بوریل آمد تقینه که پیست چه بو. کربدستن ترکیه دبیجن تقینه اتومبیل که بو بکری دا 3 کس الدیار بکری هاتن کشتن 45 کس اندن جبرین دار بون. کربدست دبیجن دوسایت که بو آرمانجا تقینه دا 6 پولیس نبون که 7 گرتین ین پکیکی دبرن نخوشخانه. ولیتیو دیار بکری داخیانی که نویسکی دا راگیاند که 7 گرتین دیار بکری هات بون دست سر کرن. داخیانی زلال نکر کد 9 کسین کشتی دا گریلاین پکیکی جهنه یا نه. 12 گولانی لباجار استانبول یه ترکیه تقینک پیست چه بو. گور آگاداریان 8 لشکر و سیویل دنجام تقینی دا بریندار بونه. تقین جاده ازبانگازی یا نوچه سانچاکتپی یا باجار استانبول نزدیکی جیکی لشکری درکتیه. جوکانین لشکری ین ترکیه دا نخویا کرن که اتومبیل کتن 300 متر دوری ترمندای که لشکری یارتش ترکیه بو تقین درکت. ولی استانبولی درباره بیاری دا راگیان دنجام تقینی دا 8 کس بریندار بونه. کشوان 5 لشکر و 3 کس جی ولاتین سیویلن. هزین اولیل جی تقینی و در دوروی دست بلیگری نکرن. کمیسیون مافین مروانیان توان یک بوی راگیاند نوچه جزیره یا شیرناخی 100 کس جالی هزین ترکیه و هاتن شوتاندن. سروکی کمیسیون مافین مروانیان توان یک بوی زیاد رایت حسین درباره شهر و پیفچون نوچه جزیره یا شیرناخی دا دخیانیک دا. الگور اسوشیتن پریس سروکی کمیسیون مافین مروان گوت ده دست مدا برگه نکل جزیره زیدتری 100 کس سانش عالی هزین اولکاری ترکیه و بزندی هاتن شوتاندن. اوی دیار کرد که مافین مروان باکوری کردستانی تین بمپیکرن و گوت پیوسته الکولینی سر شوتاندن 100 کسیل جزیری بکرن و هروا دو زانین خلق سیویل با کوری کردستان سردست ارتش ترکیه هاتن کشتن. دوی نوبری دا وزارت دروی ترکیه برسی و داخوزا نتواین یک بوی بولیکولینی سر شوتاندن زیدتری 100 کسیل نوچه جزیری یا شرناخی بکه دا او راگیاند اف آمدن پیشوازی کمیسیون مافین مروان یا نتواین یک بوی بکن. بردف که وزارت دروی ترکیه سر مالپر فرمی یا وزارت درو یا ترکیه داخلینیک دا اوته دا برسی و داخوزا کمیساری بلند ی مافین مروان یه نتواین یک بوی دا او اوی این کار کرد که داخوزی نتواین یک بوی بو سردن باجارین با کوری کردستانش عالی ترکیه و هاتبون رد کردن. چهارم پیش دا گفت سروکی کمیسیون مافین مروان دولت ترکیه داخوز لیکولینی کرد لی اف داخوز هاتو بو رد کردن. هفتیو بوری اندامی دسته ریبر پکیکی دوران کالکان تفیوینه که الگل میدیای گریدای بی پارتی سر رفش داوی شرط با کوری کردستانی کد شمی نه گلانی هاتیه وشاندن آخوی و سر بی بجاری واگود ایدی تنی بخندقان و باریکادان سرکتن دستنای و گود پیویسته تاکتیک وره گوهرتن و خوناغ کدن یا شرط دست ببکه درفش هیدا پیواجوی پراستن ایدی قدیایه پیواجوی یریشب تاکتیک دست بکریه دبدر بازی پراستن اکتیو دبن یادن بتنی پراستن بو دوران کلکان دا کفشی دم اف دم کو بیریش تاکتیکی در AKP واره خستن فاشیسم AKP جهب بخستن بیتک برن و سرکفتن واره بدست خستن برخدان بتن الپشت خندق و بندان سرکفتن نوعفرینه بوی برخدان و دکاره پیشیل سرکفتن دزمن واره گرتن شخه برخدان الجزیر و سوری پلان فاشیستی و تنکرنی یل فاشیسم AKP پوچ کرد اندامی ریبر یه پیکی دا خفتن خدا سربیریشن ارتش ترکیه سرباجارین با کوری کردستانی دا دبیجه که ترکیه سیاستا قرقرنا گلی کرد مشینه
دوران کالکان بحثا رفشاری بری گیشتی یه پککی عبدالله اوجالان جیده که او دبیجه که 13 مهن کس آگاداری رفش اوجالانینه و کس نزانل گرتیگه ایمرالی چه در باز دبه جبر که ری بپاریزر و اندامین ملبت اوجالان نایدان که سردانا وی بکن کالکان سر رفش داوی یا سیاست ترکی و هولدون آکی پارتی بورا کرن پاریزبندی پارلمانتارین پارتی دموکراتیک اوجالان جیده آخوه و دستیشان دکه که هولدون بورا کرن پاریزبندی پارلمانتارین هدبه گرتنا دری سیاستی و راگیاندن شرل دجی کردان یریشن فاشیستینه اویکتی بیواتای که سازی سیاستی بی پوچ کرن دیکتاتوریا AKP نکاره بی کنترل کرن شخوا شرط و مرجن مشاندنا سیاستی نینه و یکی و بی تمامی شولی بیرا کرن و هر تشت بشر وره مشاندن سرک وزیر ترکیه احمد داوودوغلو روزا پیشمی راگیون که د کنگره آورتی پارتی داد و پیشوبرنی AKP دا خوا بربشیرناکه شرزه دیور دکه که جدابی نوبر سرکومر و سرک وزیر ترکیه درباره سیاست رجب طیب اردوغان و پرسا گوارتنا سیستمی سرکتیا والیته کنگره 22 گلونی و گویرین نو AKP دا پیدا بکه و چند باندوری لسر سیاست نوخوا و دروای ترکیه بکه بنجافکرنا هفسروک DPP کامران یکسک علی هفسروکین HDP کچته و هدکی و هات شرمزار کرن دمیتاش بانک حکومتی کرد یکسک سربست برده دمیتاش گوت اف هموش جی بینه گرتن اوی مسقالک جی شلوست خو گاف پاشتا ناویشن هفسروک HDP دمیتاش گوت حکومت خو زب وان بلچافکرنا کردان بدنگ بکه و وادومان کامران یکسک تنش بر آخفتن خواهاتیه بنجافکرن از الویدری پر اشکره دبیجم هون کامران یکسک جی من جی محامیان جی باویجن زیدانی امی مسقالک گاف پاشتا ناویجن امی همو قادان همو زیندانان هم بری ویزل وزورداری و گوزن قادن برخدانی 12 گلان سبه تیمکی اپراسیونان یه پلیس استانبولی بسر 20 نامنیشانان جدا دا گرتن و ده کس بسبب اندامتیو پککی گرتن الگور آگاهیان اپراسیون نوچه گازی عثمان پاشا به پشتوانی هلیکوپتران دست بکر و بسدان پلیس بشتاری وان اپراسیون بونه هات زانین که حتی نا ده کس پجتا اندامتیو پککی هاتن گرتن و اپراسیون هجی بردوان دکن الگور آگاداریان دادگاه استانبولی دادگاه کرنو 165 گرتین که چکیجی دست بکریه هفته بوری پارلمانتاری پارتی دموکراتیک گلان عثمان بایدمیر لسر 14 کنگره کمله موافن مروان یا آمدی راگیاند که پارلمانتاری ترکیه دلیل سروانگرتی و دما اویه که هاتیه که کرد و ترک ببنجینار پارلمانتاری HDP ریبرین پارتی حریم دموکراتیک و هند رفشنبیر جی دو کنگره دا آمده بون پارلمانتاری HDP عثمان بایدمیر جی کنگره دا آخوی و گوت نجات پرستی دنوا جواکا ترک دا بلاو بیه و یا باش اوه که اوی دی اوه که دا جیناران بجین عثمان بایدمیر و گوت ما خواست اف پارلمانتوی انقره هم به پارلمانتوی آناتولیا هم به پارلمانتوی مسوپوتامیا هم به پارلمانتوی ترکیه و هم جی به پارلمانتوی کردستانی لی مخابن وان اف دلیل سر مگرد بیامن الگوری باوریا من اگر ام نکارند عینی مولی دا بجین ام ببند جیناری هفت چطره هفسروکی کنسیر ریوبر یا کچکی جمیل بایک مجارند روژوی داشت آینفیر نرخاند و گوت تایبتی دبی گلی کرد یکتی و پشکریا هف خورد بکه گرینگه همو درفتان پیورو پار بکه دوی دستوری نده کسک الباجار تاخ مال گند و اردیوان جی ببن بایک آنی زمانش بو خساریا دموکراتیک تکوشینه که مزن هاته مشاندن و وادو ماند بردیلین گله که مزن هاتن داین زور و زحمتی هاتن کشاندن اف شهادت اف زحمتی هموش بو بدست خستن ستاتو یکی بو ستاتو ایدی آفریه بدست هاتی خستن جوی و گردنابه آزادی چپامنیال ترکیه بردوامی دبن یریشان دایه دبویار هری داویدا جزای زندانی سرنویسکاری روزنامه جمهوریت جاندوندار و نونری وی روزنامه انقره اردم گل هاته برین بسدمکو وان سارن دولتی اشکره کرنه بردف که وزارت دروایی آمریکای جون کیربی خم خال سربریار دادگاه ترکیه دیار کرد و بانک الکارب دستان کرد که وک بنگه جواکا آزاد و دموکراتیک پشگریو میدیو سرفخوا و نه سانسوری کری بکن همان دمی تور راگیاندن یا سرفخوا یا ترکیه راپورتا 4 مین پیشین یا سالی وشاند و راگیاند کد 3 اندامین چپمینی شکار هاتن قبطاندن یا جهاتن نجار کردن دست شکاری بردن و بیگاوی 28 روزنامه‌وان و ده وشانگر لگرتیگینه ترکیه هوا شهیل سازی یا امریکی فریدوم هاوزی و دراپورتا سالانه یا 2016 دا وک ولاتا کی نه آزاد هات ناف کرن جون کیربی گوت وک دوست و هوا بیندا ناتوی ام بانگ ترکیه دکن کب دستور خواه و پیگریو پرنسیپین بنگیین یا دموکراسی یا رخصتن اولکاری و هفکاریو اوروپا قبول بکه و دادگاه کردن چپمنی سروریو سیستم دادواری و آزادی رومانی جار سر بکه اف پرنسیپ
خالین گرنگ ینش پرینسیپین دموکراسیونه و تندری قانون بنگاین یا ترکیه دا جی کرتنه. حکومت عراقی دخوازش پارلمانتارین کرد که وگرن بغداد و بو یکی شانده که عراقی سردان حریم کردستانی کریه. لنبر به دخوازی پارلمانتارین کرد بو وگر خو مرج دانینه و دخواز گارانتیش حکومت عراقی دکن. شانده که عراقی کش چند رایدرین حکومت عراقی و پارتی یا دستلاتدار پیکتی پیشمی سردان حریم کردستانی کرد دکو درباری وگر پارلمانتار و نونرین کرد بو بغداد دا به برپرسین کردستانی را گوتو بیجان بکه. شانده عراقی دیکمین هفدیتنا خودالگل سروک فراکسیون یکتیر نشتیبانی کردستانی در پارلمانت عراقی دا آلا طالبانی جویا. درباره وی جوین دا سروک فراکسیون اینکه آلا طالبانی را گیاند. دا جوین الگل شانده حکومت و پارتی عراقی دا ونا بحث آریشه نخواهی ین عراقی کرد و هات گوتن که کردان دی بمرجگی وگرن اگر که گارانتی بدن وان که ایدی بیارین وک پارلمانت عراقی دوباره نابن و داخوازین کردان بین برجف گرتن هات را گیاندن. شانده عراقی سوزاوی یکی دان که اف بیارین وسا جاردن دوباره نابن و بو چارا سرکردن پرزگری کنجی زیادتر گوتو بیش بکن. سردان و شانده عراقی پشتی ویکیته که پارلمانتارین کرد جوینین پارلمانت عراقی بویکوت کرد و وگریان باشوری کردستانی. روز 3 نیسان بشکل خواپیشاندارین آلیگرین سروکی تفگیر صدر مقتدا صدر گریشی تاخو کسک یا بغداد کرد و در بازی ناب آوای پارلمانت عراقی بون و لچند پارلمانتارین کرد خستن پشتی وان بیارن پارلمانتارین کرد بریار وگر به کردستانی دان. سرک وزیر حریم کردستانی نیچیروان بارزانی درباره مسئله وگر پارلمانتارین کرد بو پارلمانت عراقی راگیاند بنری نوید به پارلمانتارین کرد وگرین پارلمانت عراقی. بارزانی گفت که وگرین کردای بغداد پیوسته که او گفت جبر ام کرد بشکن عراقی و نابش پیواجو سیاسی یا عراقی بین وقتاندن. هر و دا کفشه کش بو هر جوره پیوندی که سبروجی یا دابر کردستان و عراقی هبونا پورتین کردستانی البغداد و بجدربون وان پیواجو سیاسی گلکی گرینگه. هفتیو چوی لشکری عراقی جاردن دست کنترل کنه حریم و مخمور و گنده وکر پشتی کنیزی که 20 روزان اویری شاتبون راوستاندن. دیری شانو دا یا سر حریم و مخمور دجدایش تابورین لشکری عراقی و هروا تابورا کردن یاد ناو لشکری عراقی داجی بشدارند و یریش دا. یریشین لشکری کرد و آتش عراقی به پشتوانیا بالافرین هف پیمان تی بردوام کرن وان حتی نه هر دو گندن مهانه و که بروک رزگار کرنه. الگوری هیوا سوریا کردی 16 ماه سباتی دا حتی نها 111 که از شتاخ شیخ مقصود یا باجار حلبی با کوری سوریه شهید بونه. جوان 34 زاروک 42 جن هر و 727 کسین سیویلی جهاتن بریندار کرن. جوان 209 زاروک و 205 جن بدهان بریندار رفشوان مترسی داره. چکدارین کتیبین اسلامی به همو جورین چکان یریشی تاخ شیخ مقصود دکن و حتی نها دنجام وان یریش دا و شهر السروی تاخ کردان حلبی جبلی زیان جانی بهترش 2400 خانی و دکان هاتن روخاندن. YPG راگیاند که شهروانان هر دو کانتون کوبانی و جزیره رجوع کردستان دژی داعشی اپراسیون پیکانین و انجام اپراسیون دا 14 چکدارین داعشی هاتن کشتن و هجمارک چکدار جی بریندار بون. یکینان پاراستنا گل 12 گلانی دخینی که دا راگیاند که هزین یکینان آنتی تروری که گریدای YPG دژی کمک گیریشکار یا چکدارین داعشی با کوری باجوری که شداد اپراسیون پیکانین. انجام اپراسیون دا چکداری که داعشی هات کشتن و چکداری که جیب ساقی و خسیر کت دستی شهروانان و چکدارین دژیش دوری رویان. شهروانین YPG هر وال کانتون کوبانی جی اپراسیون دان دست بکرن. YPG راگیاند که چهارشنبه 11 گلانی چکدارین داعش رجوع کانتون کوبانی یریش هزین ایرار جرابلوس کرد که هزک سرب هزین سوریه دموکراتیک وایه. الگور دخیانی شهروانی YPG با برسیفدان بیریش اپراسیون دان دست بکرن و انجام دا 13 چکدارین داعش هاتن کشتن و چند چکدارین وری خستن جبرین دان. بگوری رجوانیوس هات ایدیا کرد که دولت ترکیه سرقتین گنده بناوی سخلر جورین و ظلمیخوار رجوای کوبانی تروریستین داعش دشینه جرابلوسی. بگوری آگاهین حریمی دولت ترکیه کومن تروریست دشینه رجوای کوبانی و جرابلوسی و گنده دکنیکی جی بوم باران کرن. آگاهین حریمی اشکره دکن که دولت ترکیه دخوازه که گنده دکنیکی والا بکه و تروریستان لی جی بکه. هر وقت بگوری هنگ بلگیان دولت ترکیه بری جی هفت دا که کومن تروریستان باجار و گنده کردان داب جی بکه.
رخصتنه که آمریکی داخلینی شیورمنده که سروک آمریکا باراک اوباما بلاف کریه تیدا گلی کرد و حریم کردستانی بجی شاینازی آمریکا دکفشی رخصتنه هردوی راپورت کی دا سردانا شانده که وزارت کاروبار اولی یا حکومت حریم کردستانی بو آمریکا دبیجه که شیورمنده اوباما گوتی گلی کرد و حریم کردستانی جی شاینازی آمریکا نه راپورت دهاتیه گوتن شیورمنده سروک آمریکا باراک اوباما بو کاروبار اولی آزادی باوریان الگل سروک آمریکا باراک اوباما مبتایبت بس رفشا پیکواژیونی نوبر اولنج دال کردستانی دکن کت پیمانی کی سرکی آمریکا نوچهیه و گل کردستان و حریم کردستانی جی شاینازی منه شانده که اداره بازار شنگالی یه باشوری کردستانی نوند سرکه یا نتوان یک بول بازار نیویورکی یه آمریکای تبی جوینا به رخصتنه دبه قایمقام شنگالیش دبیج عمل ور دجی عراقی دوزی وکن قایمقام شنگالی محمد خلیل اشکره کرد که نتوان یک بوی شانده که اداره شنگالی بو جوینی بخواندی نیویورکی محمد خلیل دازانی که شانده شنگالی ور بس کوبگوژه کردنی زیدی گیروبونو آودن کردن شنگالی و ودانو گورین کومی نزدی هنک مجاری دن بکه قایمقام شنگالی هر دیار کرد که شانده هنده دخواست نتوان یک بوی بکه هملین جدی بدش بو رزگار کردنشون زاروک نزدی ینکش علی دایشی و هاتن رواندن و هر شانده شنگالی در دژی عراقی دوزی وکه جبر که حکومت عراقی بودجه پیویش بو شنگالی ترخوان نکریه و هولو رزگار کردن جن زاروک نزدی ین دست دایشی داد ندایه قایمقام شنگالی افجی گفت دی شانده شنگالی نتوان یک بوی دخواست بکه که شنگال ببه بشک شریم کردستانی دنگ و باسنجیانی هات اشکره کرن که سال 2015 دا جبر شر و پیفچونان زیده 40 میلیون کس جی اوارین خوا رابونه و پرانی وان کسین پینابر جی عراق، یمن و سوریه نه. سازی چافداری و رفش و پینابری سر رفش و هجبار و پینابرن راپورتک اشکره کرد. گو راپورت سازی چافداری رفش و پینابری سال 2015 دا 8 میلیون و 600 هزار کس جبر شر پینابر بونه و بوی یکیش یه هجبار وان پینابرن ده سال پار دا دگل ین که بری نها هاتنه تومر کرن گیشتنه زیده 40 میلیون پینابرن. هر وقت راپورت دا سده با سده بونه هجبار پینابرن جی و که بهار عربی و درکتنا رخصتن دایشی هات نشان داد. اولگور سکرتاری گیشتی یا انجمن نروژی یه پینابرن دیرو که دا هجمار هری زیده بار هات تومر کرن. لریم بادن وورتنبرگ یا آلمانی یکم جارجنه که کرد یا علوی بو سروکا پارلمنتوی. جنا کرد محترم آراست دیرو که آلمانی دا یکم کرد علوی جن اوش پارتی کسکانه کد به سروکا پارلمنتوی. محترم آراست پارتی کسکان دا کار و بارین دارای پیکتینه و دل بجارتن هریمی دا برشه 42 زیده ترین دنگ دست خست. محترم آراست خلق جولکیه و 1980 دا منبت خواه کوچی آلمانی بو. محترم آراست که خودی دوزارو کنه درباره البجارتن خواه بو سروکاتی پارلمنتوی ایالات بادن وورتنبرگ دا دبیجه کوف نشانه خوشبینی او داخله جبور متا پارلمنتوی دوی ابرزداری تبگرد و از دوی وریدا گلک بال داربم. گدارین هیجا اوابو بشانا دنگ و بس نفتیه که شهر 4 پرچه کردستانی و کردن دیاسپوری هرو نوچه نونتوی اجاره که دن نفتیاتی دی سال سروی نوونیشانی بنجام نوچه نفتیه که امی راستی هبین آمده کار و روبر برنامه یا دنگ و بس نو یا رادیو اریاتزه بیلاس ترکیه حتانی بشانا نو بمینند نو خیر و خوشیه دا.